ویروس خطرناک نیپه آن را چگونه میتوان پیشگیری نمود؟ تشکیلات عمومی جهانی تندرستی هشدار داده است که ویروس خطرناک نیپه که در قسمت غربی هندوستان پهن شده است به دیگر منطقه ها نیز دامن پهن کرده میتواند، زیرا این ویروس هنوز به طور ضروری آموخته نشده است. ویروس نیپه ماه ینور سال روان در هندوستان خروج نموده 5 نفر طبیبان هندو از این ویروس سرایت یافتند و زیاده از 100 نفر به کرانتین فرا گرفته شدند. طبق معلومات سازمان جهانی تندرستی نیپه از زمره ویروس‌های خطرناک مرگ‌آور بوده، سطح فقط از آن از 40 تا 75% را تشکیل می‌دهد. ویروس نیپه با راه قطرگی هوایی پهن می‌شود و توسط تماس با حیوانات یا استعمال میوه و سبزیجات که لعاب دهان حیوانات سرایت یافته به آن رسیده است، همچنین از شخص بیمار می‌تواند به آدمان سالم گذرد. دور اینکوباسیونی از 4 تا 21 روز را در بر می‌گیرد. بلند شدن حرارت بدن، تب لرزه، درد سر، درد موشک‌ها و احساس خستگی خواب‌آلودی نشانه‌های اولین سرایت یابی بوده، بعداً علامت‌های دیگر از قبیل سلفه، نفس تنگی و پنومونیا پیدا می‌شود. ویروس نیپه کس را به انسفالیت، التهاب معده سر و منینگیت گرفتار کرده می‌تواند. تبریک وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان محترم جمال الدین عبدالله‌زاده ضمن نشست خبری گفتند هرچند تا امروز در تاجیکستان حالت‌های سرایت یابی از این ویروس و قید گرفته نشده باشد هم با مقصد پیشگیری بیماری چراهای زیاد اندیشیده می شود، زیرا در کشور ما زیاده از 1500 نفر دانشجویان هندی تحصیل می کنند. علاوه بر این فضای پرواز باز است. با مقصد پیشگیری بیماری و تشخیص سریع وقت آن در فرودگاه بین المللی دوشنبه دستگاه‌های حرارت سنج فاصلوی نصب شده، مسافران از ممالک خارجی مخصوصا از هندوستان آمده را معاینه می‌کنند. برای تشخیص ویروس نیپه از روسیه به تاجیکستان تست‌های مخصوص وارد کرده می‌شود. در تاجیکستان 22 آزمایشگاه ویروسولوژی موجود بوده، آزمایشگاه در آنها گذرانده می‌شود.